سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 4 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. قرقیزستان به تاجیکستان دادن زمین مزار کوچولکخان را رد کرد. اپوزیسیون تاجیک ورق انکلاو نیست، مذاکرات مرزی باید آشکار باشد. یتیم و توشیف چرا حل کردند؟ چرا پروتکل 44 نشر نشد؟ اظهار آمادگی روسیه برای بنیاد نیروگاه اتمی در تاجیکستان. بعد 17 سال مدال طلایی دولت بولتایف و برنجی میجگانه در بازی‌های آسیا. و اکنون تفصیلات خبرها. روز 2 اکتبر سال 2023 در شهر بادکن قرقیزستان هیئت‌های حکومت تاجیکستان و قرقیزستان با سرداری رئیسان کمیته‌های امنیت ملی هر دو کشور در مورد علامتگذاری مرز دیدار کردند. این نخستین مذاکرات مسائل مرزی بین سیمومین یتیمو و قمچبک توشیف در پی اظهارات توشیف بود که روز 15 دعوا کرده بود که گویا جانب قرقیزستان دلیل‌های نو در مورد مرز دو کشور پیدا کرده است و اگر تاجیکستان از دعواهای خود دست نکشد، بیشکک نیز جواباً حجت‌ها و دلیل‌های خود را در بین خواهد کشید. توشیف تهدیدم کرده بود که برای این نیرو و امکان کافی داریم. این گفته‌های قمچبک در آن طرف مرز خشم حکومتداران تاجیکستان را به بار آورد و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر قرقیزستان را به وزارت کارهای خارجه دعوت کرده بود. چنین بیانیه‌ها به اعتماد طرفین ضرر جدی خواهند رساند و در مورد همکاری‌ها در رابطه به علامتگذاری مرز نیز خلل وارد می‌کنند. جناب یتیموف ضمن اظهارات مطبوعاتی خود افزود که جانب‌ها پروتکل 44 را امضا کردند که بنا به گفته این منصبدار تاجیک اجرای این پروتکل همه گونه مسئله و مشکلاتی که پیشتر سبب نزاع‌ها در مرز تاجیکستان و قرقیزستان گردیده بود حل می‌کند. در نوبت خود توشیف هم گفت که این پروتکل اساس می‌شود که همه گونه مسائل مرزها را حل کنیم. جالب آن است که بعضی از رسانه‌های قرقیزستان از نقطه گذاشتن مسائل مرزی با تاجیکستان خبر دادند و آن را دستاورد رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان قمچبک توشیف به قلم دادند. بنا به اطلاع منبع سامانه ویچرن بیشکک گویا تاجیکستان از دعواهای مرزی خود که طول 30 سال اخیر پافشاری میکرد دست کشید. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و کمیته امنیت ملی تاجیکستان در مورد این ادعا گویا دست کشیدن تاجیکستان از دعواهای 30 سالش هنوز واکنشی نکردند. تا به حال از محتوای پروتکل 44 چیزی رسانه‌ای نشده است. هم وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و هم حکومت ولایت سوخت تنها همین قدر خبر دادند که رئیسان نهادهای امنیتی دو کشور سندی را به امضا رسانیدند. دیوان وزیران قرقیزستان نیز از امضای پروتکل خبر داده است، ولی تا به حال محتوای آن را شرح نداده است. باید یادآور شد که تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 972 کیلومتر مرز مشترک دارند. 600 کیلومتر آن پاره تعیین و علامتگذاری نشده است. مخصوصا در منطقه‌های مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان طی چند سال اخیر زود مناقشه‌های مرزی بین شهروندان و نظامیان دو کشور صورت می‌گیرد. تنها در زده‌خورد مرزی بین نیروهای قرقیزستان و تاجیک که صحنه 14 سپتامبر سال 2022 به وقوع پیوست، از طرف قرقیزستان 63 کشته و 206 زخمی گذاشت. در نوبت خود جانب تاجیکستان خبر داد که از طرف آنها 41 کشته و 20 زخمی به قید گرفته شده است، ولی مطبوعات مستقل نشان دادند که تاجیکستان در این زده‌خورد دست کم 83 کشته داده است. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان روز 4 اکتبر سال 2023 در یک اظهارات ویژه سر و صداهای برخاسته در شبکه‌های اجتماعی درباره گویا به تاجیکستان دادن زمین‌های در حدود ناحیه جان‌الوی ولایت اوش را رد کرد. این ناحیه با ناحیه اکثرا قرقیزنشین لخش یا جرگتال در وادی رشت در شرق تاجیکستان هم مرز است. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی نشر شد که در آن ادعا می شود که گویا بر اساس توافقات مرزی جانب قرقیزستان زمینی را که در آن مزار کوچولکخان یا آلتین مزار جایگیر شده است به تاجیکستان داده است. این مزار در نزدیکی مرز با ناحیه لخش تاجیکستان جایگیر شده است. اما کمیته امنیت قرقیزستان در اظهاراتش
این را رد کرد و گفت نیروهای منفعتدار در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها پیرامون گویا به جانب تاجیکستان دادن زمین‌های قرقیزستان معرکه هدفمندانه را با مقصد بی‌آبرو کردن مقامات دولتی برو انداختند. معلومات نشر کرده کاربران اساس ندارد. به این دلیل کمیته دولتی امنیت ملی از شهروندان خواهش میکند که به چنین اغواها داده نشوند. همچنین از اهل جامعه خواسته می شود که تنها به معلومات رسمی نهادهای دولتی توجه کنند. یادآور می شویم روز 2 اکتبر در بودکند دوره نوبتی مذاکرات مرزی هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرقیزستان دایر شد. در انجام آن سند با نام پروتکل رقم 44 به امضا رسید. رهبران کمیته‌های امنیت دو کشور سیمومین یتیموف و قمچبک توشیف که رهبری هیئت‌ها را در مذاکرات بودکند بر دوش داشتند اظهار کردند که این سند را به سوی حل نهایی مشکلات مرزی دو کشور باز می‌کند. متن پروتکل امضا شده چاپ نشده است و این در هر دو طرف مرز باعث به وجود آمدن سر و صداهای گوناگون پیرامون گذشته‌های احتمالی طرفین شده است. پیمان ملی یک ائتلاف نیروهای اپوزیسیون تاجیک نیز روز 4 اکتبر از حکومت خواست که در جریان مذاکرات با قرقیزستان جماعت واروخ را همچون انکلاو نباید پذیرد. در 2 سال اخیر در نتیجه زدوخوردهای مسلحانه در مرز دو کشور دست کم 240 نفر کشته شده، حدود 750 نفر از هر دو جانب زخمی شدند. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف 4 گروه اپوزیسیون تاجیک که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع شده است روز 4 اکتبر سال 2023 در یک اظهارات حل مسائل مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از طریق مذاکرات و اولویت دادن به راه‌های حل صلح‌آمیز را طرفداری کرد. در این زمان تاکید کرده است که این قضیه باید عادلانه و با در نظر داشتن آن حل نهایی خود را پیدا کند که واروخ هیچگاه انکلاو نبود و نمیتواند باشد. همه گونه حل دیگر از طرف ملت تاجیک پذیرفته نخواهد شد. این اظهارات در پی مذاکرات روز 2 اکتبر هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به رهبری وزیران امنیت دو کشور سیمومین یتیموف و قمچبک توشیف در شهر بودکند است که در پایان آن سند با نام پروتکل 44 به امضا رسید که متن این پروتکل تا حال در یگان جا چاپ نشده است. ولی هم یتیموف و هم توشیف اظهار اطمینان کردند که این سند به مسائل مرزی موجوده نقطه گذاشته راه را برای رسیدن به توافق نهایی در مسئله مرزی بین تاجیکستان و قرقیزستان می‌کشاید. برخی رسانه‌های قرقیزی نزدیک به توشیف ادعا کردند که گویا تاجیکستان در جریان این دور مذاکرات از دعواهای قبلی خود در مسئله مرز دست کشیده است. کمیته امنیت ملی و وزارت خارجه تاجیکستان تا حال این ادعاها را درباره گویا از دعواهای زمین‌هایش دست کشیدن دوشنبه را یگان شرح ندادند و رد یا تصدیق نکردند. اما پیمان ملی در اظهاراتش میگوید در صورت موافقت مقامات تاجیکستان به انکلاو بودن واروخ و دادن زمین‌ها به کشور همسایه این یک خیانت آشکارا به ملت و جنایت دولتی می باشد. این سازمان مخالف حکومت طلب کرده است که تمام جزئیات پروتکل مرزی امضا شده و رفت گفت و شنیدها به مردم آشکار کرده شود. تاکید شده است در اظهارات مخالفین. تماشابینان عزیز، یادآور می شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می دهیم. مشزن تاجیک دولت بولتایف شام 3 اکتبر سال 2023 در مسابقه های بازی های آسیا در خانگژو چین در وزن تا 92 کیلو در دوره نهایی رقیب خطاییش خان خوینجه را شکست داده سزاوار مدال طلا شد. این دومین مدال طلای تیم تاجیکستان در بازی های آسیا در خانگژو و اولین مدال طلایی مشزن تاجیک در بازی های آسیا در 17 سال اخیر است. دولت بولتایف توانست کامیابی مشزن آوازه‌دار تاجیک جوان قربانوف را تکرار کند. دولت بولتایف 24 سال داشته 13 ینور سال 1999 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. تا امروز تیم تاجیکستان در بازی‌های آسیا در خانگژو 7 مدال، 2 طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آورده است. مدال‌های طلا را سامان محمدبیکوف در گشتین جودو در وزن تا 81 کیلو و دولت بولتایف در بوکس در وزن تا 92 کیلو، نقره را تیمور رحیموف در گشتین جودو در وزن تا 100 کیلو و 3 مدال برنجی را بیروز حاجیف در گشتین جودو در وزن تا 73 کیلو، خیراندیش مرودزاده در وزن تا 66 کیلو و حقنظر نظرов در وزن تا 90 کیلو
و میجگونه سمدوف در بوکس در وزن تو 57 کیلو به دست آوردند. در بین 36 کشوری که در خوانجو صاحب مدال شدند، تاجیکستان فعلا با 7 مدالش در زینه 19 قرار دارد. پیشرفت دسته میزبان خطای است که تا امروز 297 مدال از جمله 161 مدال طلا به دست آورده است. از بین کشورهای آسیای مرکزی پیشرفت تیم ازبکستان است که ورزشگرانش در بازی‌های آسیا امسال علاقه 50 مدال از جمله 14 طلا، 15 نقره و 21 برنجی به دست آوردند. بازی‌های 19 تابستانه آسیا در خنجو تا 8 اکتبر ادامه می‌یابند. تاجیکستان به این مسابقات 118 ورزشگر را فرستاده است. به ورزشگران تاجیکی که در مسابقه ها صاحب مدال طلا میشوند، جایزه پرزیدنت تاجیکستان به مبلغ 150,000 سومانی سپرده می شود. برای مدال نقره 100,000 سومانی و برای مدال برنجی 50,000 سومانی جایزه مقرر شده است. بر علاوه شهردار دوشنبه رستم امامعلی قرار را امضا کرد که بر اساس آن به برندگان مدال های نقره بازی های آسیا در پایتخت خانه 3 حجرگی، برای برندگان مدال های نقره خانه 2 حجرگی و برای آنهایی که صاحب مدال برنجی می شوند خانه 1 حجرگی تقدیم کرده می شود. نیکولای سپاسکی مدیر بخش فعالیت‌های روساتوم اظهار داشت که این شرکت برای بررسی مسئله ساختمان نیروگاه خرد یا بزرگ هسته‌ای در تاجیکستان آماده است. سخن او را خبرگزاری روسی تاس نشر کرد. نیکولای سپاسکی روز 3 اکتبر سال 2023 در حاشیه مراسم بخشیده به پاکاری قلمرو میدان‌های پرتوهای هسته‌ای تباشر در شهر استقلال ولایت سوخت به خبرنگاران گفت: البته پنهان نمی‌کنیم که این موضوع سالهای بعدی است، ولی در آینده با در نظر داشت آن ظرفیت بزرگ روابط انسانی که بین ما و همکاران تاجیکستانیمان به وجود آمده است، اگر جانب تاجیکستان برای بنیاد انرژتیک اتمی و ساختن نیروگاه اتمی خرد یا بزرگ در این کشور بر اساس طرح نیروگاه‌های روسی توجه نشان بدهد، ما از این خیلی خوشحال خواهیم شد. ما صلاحیت این را داریم، فناوری‌هایش را داریم و از همه اساسی سابقه روابط انسانی، شریکی و دوستی را داریم که به ما امکان می‌دهد پیرامون طرح‌های خیلی مرکب و خیلی بزرگ نیز بیاندیشیم. تاجیکستان در حال حاضر اکثریت کل نیروی برقش را در نیروگاه‌های آبی و یک قسم خردش را در مرکزهای گرمدهی تولید می کند. انرژتیک اتمی در کشور رشد نکرده است و تقریبا وجود هم ندارد. تنها در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان یک راکتور خرد اتمی وجود دارد که آزمایشی است و اساساً برای کارهای علمی و تعلیمی استفاده برده می شود. هیئت روساتوم با هدف اشتراک در مراسم انجام برنامه پاککاری پرتوهای اوران در تباشر به تاجیکستان آمده بود. جانب روسیه این برنامه پاککاری کارخانه معدن اوران و 4 پرتوگاه‌ها را پرره به انجام رسانیده است. کمیته داده‌های فوق‌العاده تاجیکستان با استناد به گزارش خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علم‌های جمهوری خبر داد که شب 4 اکتبر سال 2023 ساعت 9:31 به وقت محلی در قلمرو جمهوری تاجیکستان زمین لرزه رخ داده است. مرکز این زمین جنبی همگی در 7 کیلومتری جنوب و شرقی شهر دوشنبه در حدود نویه رودکی جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکز آن 3 بال و در شهر دوشنبه 2 بال را تشکیل داده است. زمین در ساعت لرزید که اکثر مردم در خواب بودند. با این وجود بسیاری از ساکنان پایتخت نوشتند که لرزیدن زمین را حس کرده از خواب بیدار شدند. کمیته داده‌های فوق‌العاده در گزارشش گفت: خوشبختانه این آفت یگان خسارات به جا نگذاشته است و کسی هم بر اثر آن آسیب ندیده است. زمین لرزه شب 4 اکتبر علاقه سومین زمین لرزه در حدود تاجیکستان در 2 شبانه روز آخر است. مرکزهای بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که روزهای 2 و 3 اکتبر سال 2023 در شرق تاجیکستان 2 زمین لرزه شدت اقتدارشان 5 و 4 بال طبق جدول ریختر رخ داده است. مرکز هر 2 زمین لرزه در موضع قرقنجه، یک نقطه اهالی نشین با 2800 اهالی در نویه لخش در شرق تاجیکستان در نزدیکی مرز با قرقیزستان جایگیر شده بود. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور
به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان، خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bamdad.com. خوش باشید.